مغز ما یه دنیای پیچیده است که هر لحظه چیزای عجیبی داخلش اتفاق میفته. تا حالا فکر کردید چطور ممکنه یه خاطره که تصور میکردید برای همیشه فراموش شده یهو زنده بشه؟ یا چرا بعضی وقتا یه آهنگ ساده میتونه شما رو به گذشته دور پرت کنه؟ توی این ویدیو قراره با هم وارد دنیای شگفت‌انگیز حافظه بشیم. جایی که مغز تصمیم میگیره چی رو نگه داره، چی رو پاک کنه و حتی چطور ما رو فریب بده. آماده اید با هم این راز رو کشف کنیم؟ تصور کنید مغز شما مثل یک کتابخونه بی انتهاه. قفسه هایی که توش پر از کتاب‌های خاطره، احساس و تجربه هست. ولی برخلاف یک کتابخونه معمولی، مغز ما از هیچ نظم مشخصی پیروی نمی‌کنه. هیچ کشوی خاصی برای ذخیره خاطرات وجود نداره. هر تکه از یک خاطره توی جای متفاوتی از مغز ذخیره میشه. وقتی شما به یه خاطره فکر میکنید، مغز شروع میکنه به کنار هم چیدن تکه های پازل. مثلا تصاویر تو قشر بینایی ذخیره میشه، صدا تو قشر شنوایی و احساس توی سیستم لیمبیک. وقتی این تکه ها کنار هم قرار میگیرن، خاطره شما شکل میگیره. اما حافظه فقط یه ابزار ذخیره سازی نیست. حافظه کوتاه مدت و بلند مدت دو دنیای متفاوتن که هر کدوم نقش خاصی دارن. حافظه کوتاه مدت مثل یه دفترچه یادداشت کوچیکه. چیزایی که همین الان شنیدید یا دیدید توی این دفترچه ذخیره میشن. ولی اگه چیزی خیلی براتون مهم باشه یا بارها مرورش کنید، مغز تصمیم میگیره اون رو به حافظه بلند مدت منتقل کنه. حافظه بلند مدت جاییه که داستان‌های زندگیتون برای همیشه نگهداری میشن. حالا اینجاست که جادو اتفاق میفته. مغز یه روایتگر قدرتمنده. وقتی یه خاطره رو به یاد میارید، مغز در واقع اون رو از نو میسازه. این یعنی هر بار ممکنه خاطرتون کمی تغییر کنه. شاید جزئیاتی بهش اضافه بشه که اصلا وجود نداشتن. و حالا یه سوال، اگه مغز ما خاطرات رو تغییر میده یا اونا رو بازسازی میکنه، آیا میتونیم به همه خاطراتمون اعتماد کنیم؟ آیا ممکنه بعضی از اونا فقط یه داستان تخیلی باشن که مغز برامون ساخته؟ حافظه مرموزتر از اونیه که فکر میکنیم. هر بار که به خاطرات گذشته‌تون نگاه میکنید، در واقع دارید سفری به ناشناخته‌های مغزتون انجام میدید. پس دفعه بعدی که یه خاطره قدیمی رو مرور کردید، یادتون باشه که شاید اون نسخه اصلی نباشه، بلکه نسخه بازسازی شده از گذشته‌تونه. تا حالا پیش اومده که یه خاطره رو با اطمینان کامل تعریف کنید و بعد کسی بگه نه اینطوری نبود؟ شاید شما با خودتون فکر میکنید که اشتباه از اوناه، ولی حقیقت اینه که مغز ممکنه یه داستان تخیلی ساخته باشه. به این پدیده خاطرات کاذب میگن و از عجیب ترین ویژگی های مغزه. ذهن ما گاهی مثل یه کارگردان خیال پرداز عمل میکنه. وقتی یه اتفاق رو به یاد میاریم، مغز نه تنها از اطلاعات ذخیره شده استفاده میکنه، بلکه ممکنه جاهای خالی رو با فرضیات، تخیلات یا حتی چیزهایی که از دیگران شنیدیم پر کنه. این فرایند معمولا ناخودآگاهه، اما نتیجهش میتونه شگفت‌انگیز باشه. خاطراتی که هرگز اتفاق نیفتادن. تحقیقات نشون داده که خاطرات کاذب حتی میتونن با احساسات عمیق ما گره بخورن. مثلا ممکنه کاملا مطمئن باشید که در دوران کودکیتون یه سفر خاص رو تجربه کردید، اما وقتی با عکس‌ها یا اعضای خانواده‌تون مواجه میشید، میفهمید که چنین سفری هرگز وجود نداشته. چطور ممکنه؟ تحقیقات نشون داده که خاطرات کاذب خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم اتفاق میافتن. توی یه آزمایش معروف، دانشمندا به شرکت کننده عکسای دستکاری شده ای از دوران کودکیشون نشون دادن. عکسایی که در واقعیت هیچ وقت اتفاق نیفتاده بودن. با این حال خیلی ها بعد از دیدن عکس‌ها شروع کردن به تعریف کردن جزئیات خاطراتی که اصلاً واقعی نبودن. جالبه نه؟ مغز ما میتونه جاهای خالی حافظه رو با داستان‌هایی پر کنه که خودمون هم باورشون کنیم. حافظه وقتی اطلاعات رو ذخیره میکنه، مغز به شدت تحت تاثیر احساسات، محیط و حتی روایت‌های دیگران قرار میگیره. به همین دلیل اگر کسی بارها چیزی رو برای ما تعریف کنه، ممکنه به مرور اون داستان به یکی از خاطرات خودمون تبدیل بشه. حالا اگه نمیتونیم کاملا به خاطرات خودمون اعتماد کنیم، چه چیزی واقعی تره؟ آیا گذشته ما همون چیزیه که به یاد میاریم یا اون چیزیه که واقعا اتفاق افتاده؟
شاید این جنبه مغز کمی ترسناک به نظر بیاد، اما در عین حال نشون دهنده انعطاف پذیری شگفت‌انگیز ذهن انسانه. خاطرات کاذب هرچند غیر واقعی نشون میدن که مغز ما چطور ممکنه حتی از نداشته ها هم یه داستان بسازه. این قدرت خارق‌العاده همون چیزیه که ما رو قادر به تخیل، داستان پردازی و حتی خلق هنری میکنه. تا حالا شده با یه بوی خاص یه دفعه به گذشته خیلی دور پرتاب بشید؟ مثلا بوی نون تازه که یادآور صبح‌های شاد کودکیه، یا بوی یه عطر که شما رو به اولین دیدار با یه دوست قدیمی میبره. شاید براتون جالب باشه که بگم این جادو کار مغزه. بویایی یکی از ابتدایی‌ترین و قوی‌ترین حس‌های ماه. برخلاف حس‌های دیگه، سیگنال‌های بویایی مستقیم وارد بخشایی از مغز میشن که مسئول حافظه و احساسات هستن. یوکام و آمیگدالا. این یعنی هر بویی که استشمام میکنیم درست وسط دنیای خاطرات ما فرود میان. اما چرا بویایی اینقدر قدرتمنده؟ یکی از دلایلش اینه که مغز ما از زمان اجداد اولیه از بوها برای بقا استفاده میکرده. بوها به ما هشدار میدادن که یه غذا سمیه یا یه شکارچی نزدیکه. به همین دلیل بوها خیلی سریع و عمیق توی ذهن ما ثبت میشن. حالا تصور کنید که یه روز توی خیابون قدم میزنید و بوی نم تازه بارون روی خاک به مشامتون میخوره. توی یه لحظه تمام خاطرات روزهای بارونی گذشته به ذهنتون سرازیر میشن. جالبه که بوی یه چیز ساده مثل خاک میتونه مثل یک کلید قفل یه صندوق خاطره رو باز کنه. دانشمندا این پدیده رو اثر پراستیا میگن، یعنی پیوند قوی بین بوها و خاطرات. این پیوند انقدر عمیقه که بعضی بوها میتونن حتی احساسات فراموش شده رو هم زنده کنن. بوی یک گل، بوی غذای خونگی یا حتی بوی یک عطر قدیمی، همه میتونن ما رو به دنیای خاطرات ببرن. آخرین بویی که شما رو به یه خاطره برد چی بود؟ آیا اون لحظه شما رو خوشحال کرد یا غمگین؟ تا حالا فکر کردید که فراموشی چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ معمولاً ما فراموش کردن رو به عنوان یه مشکل میبینیم، ولی جالبه بدونید که فراموشی یکی از بزرگترین نعمت‌های مغزه. تصور کنید اگه مغز ما هیچ چیزی رو فراموش نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ دیگه جایی برای یادگیری‌های جدید باقی نمیمون و ذهنمون از خاطرات بیفایده و جزئیات اضافی پر میشد. مغز ما به طور خودکار خاطراتی رو که برای ما بی اهمیت کمتر مورد توجه هستن فراموش میکنه. این کمک میکنه که فقط چیزهای مهم و حیاتی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی باقی بمونه. حالا اگه تکنولوژی وجود داشت که ما این امکان رو بده که خاطرات بد یا دردناک رو به دلخواه حذف کنیم، آیا شما ازش استفاده میکردید؟ فراموش کردن اتفاقات تلخ و دردناک شاید خیلی وسوسه انگیز باشه. مغز ما وقتی خاطرات رو فراموش میکنه شاید داره به نوعی از ما محافظت میکنه و فضای ذهنی ما رو برای چیزهای جدید باز میکنه. پس بهتره فراموشی رو به عنوان یه دوست ببینیم که ما کمک میکنه تا بیشتر از لحظات حال لذت ببریم و کمتر درگیر گذشته بشیم. شما فکر میکنید که فراموشی برای ما خوبه یا بده؟ و اگه میتونستید از تکنولوژی برای حذف خاطرات استفاده کنید، استفاده میکردید؟ میدونستید که مغز انسان حتی در سنین بزرگسالی هم میتونه خاطرات جدید بسازه؟ یکی از شگفتی‌های علم مغز اینه که مغز انسان با پدیده‌ای به نام نوروژنز توانایی تولید سلول‌های جدید رو حتی در دوران بزرگسالی داره. این یعنی مغز ما به هیچ وجه نمیتونه کهنه بشه. این سلول‌های جدید معمولاً در بخش‌های از مغز به نام یوکام تولید میشن، جایی که مسئول یادگیری و ذخیره حافظه است. بنابراین با اینکه سن بالا میره اما مغز همچنان توانایی ساختن و یادگیری خاطرات جدید رو داره. اما سوال اینه که آیا میشه این فرایند رو با کمک تکنولوژی تقویت کنیم؟ تصور کنید که بتونیم مغز رو طوری تمرین بدیم یا از ابزارهای پیشرفته استفاده کنیم که این توانایی تولید سلول‌های جدید رو بیشتر کنیم. به این ترتیب حافظه ما قوی‌تر و بهتر میشه و میتونیم با سرعت بیشتری اطلاعات جدید رو جذب کنیم. آیا تصورش به شما هیجان نمیده؟
حالا بیاید جلوتر به دنیای فناوری فکر کنیم. تا حالا فکر کردید که شاید روزی بتونیم خاطرات رو به صورت دیجیتالی ذخیره کنیم؟ به این معنی که هر لحظه، هر فکر، هر تجربه‌ای که داریم به طور کامل در یک پایگاه داده ذخیره بشه. شاید این فناوری یه روزی بشه که مغز ما توانایی ذخیره خاطرات رو به شکل دیجیتالی پیدا کنه. این شاید یه قدم به سمت جاودانگی باشه. حالا فکر کنید که خاطرات شما حتی بعد از سالها یا حتی بعد از مرگ از طریق تکنولوژی در دسترس باشه. این تکنولوژی میتونه به انسان‌ها این امکان رو بده که بدون از دست دادن هیچ لحظه‌ای خاطراتشون رو زنده نگه دارن. آیا شما حاضرید خاطراتتون رو به دنیای دیجیتال بسپارید؟ آیا به این فکر میکنید که شاید یه روز بتونید نه فقط گذشته‌تون بلکه حتی افکار و احساساتتون رو از طریق یه دستگاه ذخیره کنید؟ دنیای مغز و حافظه داره وارد فاز جدیدی میشه و چه کسی میتونه آینده برای ما چی داره؟ مغز ما، این معمار شگفت‌انگیز، همیشه در حال ساختن و بازسازی خاطرات ماه. حتی زمانی که فکر میکنیم یه خاطره ثابت و واضح داریم، در واقع مغز ما داره اون رو به طور مداوم تغییر میده. حالا که بیشتر با کارکرد مغز و حافظه آشنا شدیم، باید به این فکر کنیم آیا ما باید کنترل کامل حافظه‌مون رو به دست بگیریم یا بهتره بذاریم مغز خودش این فرآیند رو انجام بده؟ شاید خاطرات ترکیبی از واقعیت و خیال باشن، اما همین ویژگی اونایه که زندگی ما رو منحصر به فرد و پرمعنا میکنه. داستانی که مغز هر روز از نو برامون میسازه. پس دفعه بعد که خاطرات گذشته‌تون رو مرور کردید به این فکر کنید آیا این همون نسخه اصلیه یا شاید فقط نسخه‌ای باشه که امروز برای خودتون بازسازی کردید. حالا نوبت شماه. تا حالا پیش اومده که به یه خاطره فکر کنید و بعد بفهمید که اون خاطره واقعی نبوده؟ یا شده با بوی یه چیز ساده به یه لحظه خاص از گذشته پرت بشید؟ تجربه هاتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. اگر این ویدیو براتون جالب بود حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین.